سطر ممکن نیست. سطر ممکن است؟ توجیک کنه بنده خیلی پرده انا ما آخر محکم نکنیم. روزها در داخل تاجیکستان قانونی بر ضد سطر حجاب خواهند قبول کرد که ما از این قانون راضی نیستیم و همچنین مراجعت ما به شما همین است تمام کل شهروندان جمهوری تاجیکستان که در این ضدیتی قانون بی‌طرف نباشیم. قانون برای به شرف گرداندن زن و مادر تاجیک است. من همچون یک فرزند سرزمین تاجیکستان از قبول شدن این قانون قطعا راضی نیستم و دیگر برادر و دیگر مردای با ناموس تاجیکستان هم دعوت میکنم که خب خاموشی را اختیار نکنند بلکه از حق خود از حق خب زن و مادر خود دفاع بکنند. من از قرار قبول قانونی منع حجاب در تاجیکستان بیزار هستم و این قانون را محکوم میکنم و از شما نیز خواهش دارم که بی‌طرف نباشید. من مسلمان هستم. من تاجیک دختر هستم و گمراه و بی‌سواد نیستم. الحمدلله با 5 زبان گپ میزنم و باز 2 زبان دیگر را می آموزم و آینده تاجیکستانم را نیت آباد کنی دارم. انشاءالله گمراهان و بی‌سوادان خطاگیاشان را اصلاح میکنند. به حجاب من دست نزنید. قانونی که در تاجیکستان میخوان قبول کنن یعنی بر ضد سطر حجاب ما اینو محکوم میکنیم و قبول نداریم و از تمام برادران خواهش میکنیم به طرف نباشند. من یک شهروند جمهوری تاجیکستان از قبول قانون منع سطر حجاب در مملکت کاملا راضی نیستم و آن را محکوم مینمایم. برای هر یک قطره آب دیده شما ما جان ما تیارم بتیم. ما مردم ما به خاطر آب دیده مادرای شما گپ زدم. ما به خاطر آب دیده خواهرای شما گپ زدم. شبکه‌های یوتیوب پخش کردن که ما کجا بریم سرای ما را لیچ کردن. والله ای الله بترس. ما دشمن ملت نیستم، ما قاین ملت نیستم. والله مرا درد میکنه. اپا و خواهر مرا سر لیچ کرده. حجاب خواهران ما را نکشید. من تا هستم ناموسشان را حفظ میکنم. که آقای حکومت، برادرای حکومتی، رئیس جمهور کشور این کار اشتباه است. این کار عاقبتش وای است. هیچ خوبی به هیچ احدی از کشور از این قانون نخواهد رسید. نکنید این کار.